خونه خودمونی اومده با بیقلق‌ترین و راحت‌ترین کلوچه که فقط با یه دونه تخم مرغ درست میشه. هم خوش طعمه، هم خوش عطره، یه طعم نوستالژی داره. با درست کردن این کلوچه خوش‌طعم همراه من باشید. یه دونه تخم مرغ، یه کم هل و یه کم گلاب با همزن دستی هم میزنیم تا با هم دیگه مخلوط بشه. نصف لیوان شکر داریم بهش اضافه میکنیم تا جای هم میزنیم که دونای شکر توش مخلوط بشه. 1/3 لیوان روغن، 1/3 لیوان هم آب بهش اضافه میکنیم و با همزن دستی هم میزنیم. یه قاشق پر بیکینگ پودر داریم که به آردامون اضافه میکنیم و با آردامون همش میزنیم و آردمون رو کم کم به مایع بسکویتمون اضافه میکنیم تا به همچین غلظتی برسه خمیر کلوچمون. پلاستیک زیپیا گذاشتم توی لیوانی به عنوان قیف استفاده میخوام ازش بکنم. بعد مواد شیرینیمون رو توی قیف میریزیم. داخل مایتابمون هم یه کاغذ روغنی یا نسوز میذاریم. با فاصله کلوچه‌هامون رو میچینیم. کنجد هم روشون ریختم، به مدت 15 دقیقه میذارمشون روی شعله حرارت متوسط تا بپزن. الان من و امیرعلی اومدیمه برای تست این کلوچه‌های خوش عطر و خوش طعم. ببینیم چه بافتی داره. حتما درست کنید و کنار عزیزانتون نوش جان کنید. یه کلوچه مقوی خونگی و خوشمزه.